خب اگه حرف یا شکایت دیگه ای دارید بگید تا حل بشه، و یا نه ما کارهای مهمتر دیگه ای هم داریم. خیلی ممنون، حرفی نیست. امشب اگه همه افطاری اینجا تشریف داشته باشن من بی نهایت خوشحال میشم. خیلی ممنون، همون مزاحمت دیشب کافیه. تو رو خدا بیشتر از این شرمندم نکنی. جدی خدمتتون عرض کردم. با عزتون ما مرخص میشیم. به امان خدا. همراهیشون کن. شما بهتره که حسابتون رو پر کنی. منم به محض اینکه رسیدم شرکت چک 20 میلیونی رو میفرستم. مطمئنم باشین اون پولی که به بهروز و اون بچه‌های یتیم دادین راه دوری نمیره. ضد زلزله بودن یا نبودن اینجا هم هیچ ربطی به من نداره. برمیگرده به خودت و وجدانت. من سر حرف خودم هستم. امیدوارم تو و همسر پیمانم سر حرفتون باشین. میخوام یه نصیحتی بهت بکنم. تو هم مثل من اسیر یه شریک نامرد و ناتو شدی. حواستو جمع کن. ببین پسر جون، من آدم دنیا دیده ای هستم. آدما رو یه بار ببینم میشناسمشون. موفق باش. خداحافظ. خداحافظ. فردا صبح اول وقت بهتره بری بانک و موجودی حسابش رو چک کنی. اگه دیدی حسابش پره چک و نقد کن. بعدم به خانم پیمان خبر بده که اصل نقشه ها رو تحویل دفتر جاوید بده. منم بی خبر نذار. باش. الو. سلام ماما. چطوری؟ خوبم. نگران نباش. دارم میام. خوبه. نه جای مهمون بودم. تا 20 دقیقه دیگه خونم. تا 20 دقیقه. باش. کاری نداریم. قربانشون. خدا. بالاخره میگی دیشب اونجا چه غلطی کردی یا نه؟ گفتم که فکر کردی من توی این سن و سال حرفای تو اون پسره رو باور کردم؟ اگه از ترس آبروم جلوی کامران گفتم حرفاتون رو باور کردم، فکر کردی من احمقم؟ بس کنید دیگه تو رو خدا. حالا که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده. تو چی میگی خانم؟ بس کنیم. باید توضیح بده. خیلی خوب. من و بقیه دیشب اونجا زندونی بودیم. چی؟ پس چرا به پلیس هیچی نگفتی؟ چرا بقیه حرفی نزدن؟ برای اینکه ما میخواستیم حق خانواده اسماعیلی و اون بچه‌های یتیم رو بگیریم. اگه پلیس جاویدو دستگیر میکرد شاید اون بچه‌ها دیگه به حقشون نمیرسیدن. چه کار خطرناکی کردیم. اسماعیلی دیگه کیه؟ این حرفا چیه؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ تو مثل که موقعیت ما رو نمیدونی. مگه نمیبینی مامانت داره چی کار میکنه؟ قشون و قشون کشی رو انداخته. خودش کم بود مامانش هم اضافه شد. کاش میمردی از دستت نجات پیدا کنی. تو رو خدا تمومش کن دیگه. کامران چی شد؟ نمیدونم. خداحافظی کرد و رفت. فکر کنم برگشت فیروز. آفرین. باری کردم. تو لیاقت عشق اونو نداشتی. آفرین بابا. سلام. زودتر بیا خونه کارت دارم. کجایی؟ تو حالت خوبه؟ آره خوبم. شما چرا انقدر نگرانی؟ تو 2 روز پیدات نیست بعد میخوای من نگران نشم؟ کجا نگهت داشته بودن؟ راستشو بگو.
کسی منو قایم نکرده. من فقط یه روز رفته بودم خونه یکی از دوستان مهمونی. این دروغا رو پدرت یادت داده؟ ببین بهنوش، بهتر واقعیت رو بگی. ما علیه پدرت شکایت کردیم. فردا وقت دادگاهه. این اتفاق میتونه همه چی رو به نفع ما تموم کنه. من راستشو گفتم. خیلی خوب، بهتر دیگه اینجا حرف نزنیم. تو هم دیگه صلاح نمیدونم برگردی تو این خونه. زود بریم هتل. ولی من الان نمیتونم بیام. یه خورده توی خونه کار دارم، بعدم بابا فکر نمی‌کنم اجازه بده. دیگه لازم نیست از پدرت بترسی. من نمیترسم مامان. ولی فکر میکنم فردا توی دادگاه همدیگه رو ببینیم بهتر بشه. الانم باید برم استراحت کنم. ببخشید. همین؟ خداحافظ. آخرش نفهمیدم واسه چی رفتی اونجا. واسه چی همه تلفناتونو خاموش کرده بودین؟ واسه چی شب برنگشتین؟ حالا میگیم تو مردی، اون به کنار. اون دختره، بهنوشو میگم، نکردی تلفن بزنه به خانواده‌اش خبر بده. اینم که همش مشغول میزنه لعنتی. حواست به من هست؟ بله حواسم به شماست. ده حواست نیست دیگه. صبح پدرش و نامزدش اومدن در خونمون. پدرش خیلی ناراحت بود. هر چی دلش خواست به من گفت و رفت. البته خب حقم دارن. مادر من باهاشون صحبت کردم، راضیشون کردم. شما کاسه داغ‌تر از آش شدی؟ خودتو لوس نکن. خیلی از دست دل خورم. الو سلام علیکم. منزل آقای هوشمند؟ بفرمایید. من کرامتی هستم. حال شما خوبه آقای کرامتی؟ شما کجایی؟ مادرتون خیلی نگرانتون بودن. بنده الان تو خونم بر دل مادرم نشستم. شما چرا خونه ای؟ خب شرکت تعطیله. آقای رازی همه کارمندا رو مرخص کردن. گفتن دیگه نیازی به ما نیست. آقای رازی با اجازه کی همچین کاری کردن؟ نمیدونم. یعنی میشه ما دوباره برگردیم سر کار آقای کرامتی؟ خب معلومه که میشه خانم. ببینم آقای رازی چک 20 میلیون تومانی داده به شما که بدین به من، درسته؟ نه؟ ایشون هیچ وقت چکی اسناد مهم مالی رو به من نمیدن. عجب. ببینم خانم، شما خاطرتون هست اون روزی که آقای جاوید اومد شرکت من چکی بین اینا رد و بدل شد یا نه؟ خاطرم هست که ایشون با چند نفر اومدن شرکت درباره پول و گرفتن یه سری مدارک هم حرف زدن، اما چک من ندیدم. چکی ندیدین؟ خیلی خوب خانم، شما در دسترس باشین تا باهاتون تماس بگیرم. خداحافظ شما. وقتی نبودی پروانه تلفن زد. پروانه؟ بله. برای چی؟ چی گفت؟ میخواست باهات حرف بزنه که نبودی. قرار شد دوباره بهت تلفن بزنه. یعنی من ازش خواهش کردم که دوباره باهات تماس بگیره.
برات شام آوردم. هیچی نخوری که از بین میری. تو نباید از دست پدرت ناراحت باشی. یه کمی منصف باش. اون هنوز در جریان کارای تو نیست. اگه نظر منو بخوای میگم بهتره همین الان بری و با پدرت در مورد کارهات و قول و قرارت با ارواح درست و حسابی صحبت کنی. در مورد مادرت هم حرف بزن. خیالشو راحت کن. بهنوش جان، اون نگران تو آیندته. در مورد کامرانم بد تا کردی. دیگه همه چی تموم شد. کامران، نه تموم نشد. تو باید به حرفای من گوش بدی. دیگه برام مهم نیست. دیگه نه تو برام مهمی، نه کار احمقانه‌ای که میکنی. دیگه بسه. میخوام برم به زندگیم برسم. با تو هم دیگه کاری ندارم. چون نمیخوام به سرنوشتی که عمو دچار شد گرفتار شم. اشتباه میکنی. اتفاقا تازه عاقل شدم. تو هم این مادرتی. هیچ بویی از پدرت و خانواده شفیعی نبود. یه آدم خودخواه که به جز خودش به هیچ چیز و هیچ کس فکر نمیکنه. کامران، فقط میتونم بهت بگم برات متاسفم. هم برای تو هم برای همسر آیندت. پسرم، لااقل بگو منو میبخشی به خاطر همه بدیایی که بهت کردم. سعی میکنم دخترم. این تیغه رو از این وسط بر می‌داری کلا این دو تا اتاقو میندازی سر هم. می‌خوام چه خود بزرگتر. این تیغه رو بر می‌داریم بعدش چیکار می‌کنین؟ چطور مگه شما؟ من صاحب این شرکتم. شرکتی که من خریدم. حضرت علی هم تا رو ندیدم. خریدین از کی؟ از صاحبش. ببینم اصلا به شما چه مربوطه؟ من صاحب این شرکتم آقای محترم. صاحب اینجا رو من دیدم، تو نیستی. لا. ببینم اصلا فامیلی شما چیه؟ من کرامتی ام، سروش کرامتی. برو آقا جون حالت خرابه. سروش کرامتی که همونی که اینجا رو به ما فروخت، پولش هم نقد گرفت و گذاشت رفت. من سند رسمی دارم. برو عزیزم برو. عزیز من شما حالت خرابه. سروش کرامتی 28 ساله که سروش کرامتی ام. کسی هم حق نداره دست به ترکیب اینجا بزنه تا تکلیفش روشن شه. ببین آقا جون صدا تو برای من بیار پایین. من سند دارم، میفهمی؟ سند رسمی دارم. همین الانم اینجا وایسا تا با پلیس بیام اینجا بنظر. بفرمایید با پلیس بیام. تو بمون. برو بابا جون. برو. شما تشریف داشته باشید. باشه هستم. شما بالاخره ما این وسط چه کاریم اینجا؟ شما تشریف برید منزل استراحت. بود بابا جون. بود مهمان. الو نادر خان. کرامتی ام. آره حالم خوبه. کی گفته شما از کار بیکار شدین؟ همین الان بلند میشی میای شرکت، تمام اتاقا رو نظافت میکنی، قفل درا رو عوض میکنی، هیچ کس هم راه نمیدی بیاد تو. متوجه شدی؟ خب از چی گفتم؟ باریکالله. زود اومدی ها. وکیل شاکیه، چنانچه اظهارات دیگری دارید پیش از قرائت و حکم دادگاه اعلام بفرمایید.
جناب قاضی، با توجه به حساسیت موضوع و ضیق وقت دادگاه محترم، شکایت خودمو که مورد تایید موکلم هم هست، مبنی بر آزار و اذیت خانم بهنوش شفیعی توسط متهمین، کتباً تقدیم دادگاه کردم. خانم الهام صبوری و آقای محمود شفیعی متشاکیان پرونده، بنا به اظهارات شاکیه خانم بهناز اسکندری دخترتون خانم بهنوش شفیعی را به مدت 24 ساعت حبس کردید. گزارش از سوی کلانتری هم تنظیم شده. دفاعی دارید؟ میتونین از خود دخترم بپرسین جناب قاضی. دروغ محضه. من خودم نیومدم. مادرم هم خودشون در جریان هستن که پدرم چقدر نگران شدن. پدرم خیلی دنبال من گشتن. من به خاطر اینکه تماس نگرفتم از پدرم، از مادرم و از همه معذرت میخوام. ولی پدرم هیچ ربطی به این ماجرا نداشته. نه پدرم نه همسرشون. بفرمایید. دادگاه جهت تصمیم گیری و قرائت حکم 5 دقیقه تنفس اعلام می کند. تو که همه ای کارا رو خراب کردی. این پرت و پلاها چی بود میگفتی؟ من که چیز بدی نگفتم. فقط راستشو گفتم، همین. ولی با این کارت کلی شانس ما رو آوردی پایین. من نمیتونم درباره پدرم دروغ بگم. من نمیتونم در رابطه پدرم دروغ بگم. بله بفرمایید. سلام خانم، ببخشید من با آقای رازی کار داشتم. رفتن از اینجا آقا 2-3 روزه که ما خونه رو تحویل گرفتیم. رفتن؟ بله. نمیدونین کجا رفتن؟ نگفتن کجا رفتن؟ نه من متاسفانه اطلاعی ندارم. من فقط دیدم که از اینجا اسباب کشیدن. ممنونم. خواهش میکنم. لهت میکنم. بسم تعالی. دادگاه پس از بررسی پرونده شاکیه و دفاع متشاکیان پرونده بدین قرار به انشای حکم پرداخته است. 1. متهم ردیف اول آقای محمود شفیعی بدین وسیله دادگاه وی را از اتهامات منسوبه مبرا دانسته و اجازه و عدم اجازه خروج اولاد اوناس بنا به حکم قانونگذار تابعش از ازدواج و سن قانونی به عهده پدر و جد پدری بوده و لذا به حکم قانون بنا به تقاضای متهم اجازه خروج به ایشان تنفیذ شده است. 2. متهم ردیف دوم پرونده خانم الهام صبوری در خصوص ایجاد فضای نامناسب در خانه و ضرب و شتم خانم بهنوش شفیعی دادگاه ایشان را نیز تبرئه کرده و بنا به اقرار خانم بهنوش شفیعی اتهامات وارده را از سوی شاکیان مردود دانسته. و سلام. اصلا ازت انتظار نداشتم. میدونم ولی کاری رو از من نخواین که نمیتونم انجام بدم. برو هتل. نه لطفاً هر جا تونستین نگه دارین، من پیاده میشم. یعنی چی نگه دارین من پیاده شم؟ یعنی تو اینقدر از پدرت میترسی که حتی برای یه شبم نمیتونی مهمون مادرت باشی؟ موضوع ترس نیست، من یه کاری دارم که میخوام انجام بدم. بسیار خوب،
هر جا تونستی وایسا پیاده شو. من امشب میام پیش شما، قول میدم، ولی الان به کارم برسم. باشه. بله. بله ببخشید. باز شد؟ بفرمایین تو. خوش اومدید. وای خدای من، نیما رو قربونت برم الهی، چقدر بزرگ شده. ما اومدیم به شما سر بزنیم، اجازه هست؟ این چه حرفیه؟ اینجا هنوزم خونه خودته. بفرمایید. تنها اومدی؟ مگه با شوهرت نیومدی؟ شوهرم؟ خب بیاین بریم تو، کلی حرف داریم بزنیم. پاشو در وا کن دیگه. چیه؟ میگم پاشو در وا کن. مگه در میزنم؟ زهربار در میزنم. پاشو در وا کن. نشسته اینجا داره موسیقی گوش میکنه. آقا فرماس اونا نباشن. اونا کیه؟ همون آدمای جاوید دیگه. خب باشن، چه غلطی میخوام بکنن؟ فقط یه نگاه بنداز بعد در وا کن. هر کیه خیلی توپش بره. آقا فرامرز همون یارو که نقشه رو ازش زدم. کی؟ سروش؟ آره پلیس هم همراهشه؟ نه. تنهایی اومده؟ ماجرا چیه؟ آخ سروش خونه ما تنها. به به آقا سروش، آقا صفا بردیم، بنده نوازی کردیم قربان. شما کجا؟ اینجا کجا؟ خیلی خوش اومدید. خیلی خوش. بس خودتو لوس نکن. پس شما بفرمایید. بس دیگه، انقدر دروغ تحویل من نده. مسعود که نمیتونسته شناسنامه منو جلب کنه، تو کمکش کردی، تو براش این کارو کردی. خود من چند بار دیدم تو شرکت من رفت و آمد کردی. ها؟ دیدم یا نه؟ منشی شرکتم که میگه مدام با هم تلفنی حرف میزدیم. پس بگو، وگرنه همین الان پلیس خبر میکنم. خیلی خوب، مثل که دلت واسه آب خنک خوری زود به زود تنگ میشه. ها؟ نگاه کن فقط. ای بابا چرا انقدر عصبی میشی قربونت برم؟ منم مثل تو سینه سوخته و فریب خورده مارمولکم. مسعود رفیق نیست، آدم فروشه، رفیق فروشه، زار باطنش که یکی نیست. من که از حساب کتاب شما خبری نداشتم که اون اینو به من گفت. باور کن وقتی مریض شدی رفتی اون دنیا میخواست همه شرکت تو آپولی کنه. به جون تو، به جون کامبیز وقتی زنده شدی اومدی این دنیا انقدر خوشحال شدم من. ولی اون چی؟ نامرد عزا گرفته بود. خیلی خوب بس دیگه. الان کجاست؟ الان ما نمیدونیم. تو ساکت احمق، دارم با این حرف میزنم. راستش من نمیدونم کجاست، ولی من خودم خورده حساب باش دارم. هر کجا باشه پیداش میکنم. من بهت قول شرف میدم، باور کن. شرف؟ تو؟ به من اعتماد کن، من آدم معتبریم. نه ببین سروش جان، تو اگه به پلیس نگی هر کاری بگی برات انجام میدم. اگر بهت خیانت کردم اون موقع برو به پلیس بگو. ها؟ دیر که نمیشه. خیلی خوب، فقط یادت باشه که خیلی زمان نداریم. باور کن اگه تا 1-2 روز دیگه پیدات نشه خودم پیدات میکنم، تحویل پلیس میدم بدون شوخی.
میدونی که این بارم خیلی جرمت سنگین تره، برای اینکه به غیر از شکایت من با شکایت سردفتر پلیس دنبال تو مسعود میگرده. جرم جعل سند هم حداقل 6 ماه زندانی داره، اینو که دیگه میدونی. من اصلا تو کارم دروغ نیست، خاطر جمع باشه. آره معلومه، اصلا 48 ساعت، فقط و فقط 48 ساعت بهت وقت میدم. 2 روز. بشینم. مسعود خفت میکنم نکبت. زندگی ما رو هم ریختی. سلام. چطوری، خوبی؟ من خوبم. حالا مهندس پیمان چطوره؟ اتفاقی نیفتاده؟ هیچ تغییری نکرده. خیلی نگرانم. انشالله خدا شفاش میده. براش دعا کن. از مهندس جاوید و آقا بهروز چه خبر؟ پاک یادم رفته بود. بهروز خان تماس گرفت. گفت چک وصول شده، ریخته به حساب. خدا رو شکر از این مسئله خیالم راحت شد. منم نقشه ها رو فرستادم برای مهندس جاوید. از موقعی که بهروز خان با خوشحالی زنگ زده گفته پولا رو گرفته، همش چشم به این در پیمان به هوش بیاد. راستی تو فکر میکنی حال پیمان خوب میشه؟ وضعیت جسمانیش که تعریفی نداره. حالت خوب نیست؟ براش خیرات کن. تا میتونی دعا کن. کار دیگه ای از دستمون بر نمیاد. چیزی شده؟ به من بگو. حتما تو از چیزی خبر داری. خب به من بگو. دیشب خواب بدی دیدم. حال مهندس پیمان و خانم حکمت اصلا خوب نبود. خدایا دیگه چی کار باید بکنم؟ نمیدونم چی کار باید کرد. دعا کن عزیزم. قرآن بخون. همه چیز درست میشه. پس تو فکر کردی سروش میخواد نیما رو از تو بگیره؟ آره؟ آره. ولی اون تفلک هیچ وقت نخواسته این کارو بکنه. نوش جونه. فقط میخواست شماها رو ببینه تا بلکه بتونه گذشته رو جبران کنه. ولی آقای راضی به من گفتش که سروش دنبال اینه که اذانت نیما رو خودش بگیره. عموی منم برای همین به شما گفت که من از ایران رفتم تا شما ناامید بشین. پس قضیه این که مسعود به سروش گفته تو شوهر کردی و شوهر تو رو خودش دیده همه دروغ بوده؟ مسعود حتی به سروش گفته که شوهر تو همون امیره. امیر دیگه کیه؟ این حرفا چیه؟ مسعود اینا رو گفته؟ یعنی دروغ گفته.
بله. سلام. سلام. چی شده آقای کرامتی؟ حالتون خوب نیست؟ آره، یه خورده قلبم گرفته ولی الان خوبم. خب دکتر رفتین؟ نه خطر رفع شده. ولی شما سابقه سکته دارین، باید بیشتر مواظب باشین. چیزی نیست. وقتی فهمیدم مسعود شرکت رو در نبود من فروخته و مال و اموال بالا کشیده یهو قلبم گرفت. ولی الان بهترم. شما چه خبر؟ من زنگ زدم خبر بدم که چک جاوید وصول شده. خانم مهندس پیمانم امروز صبح رفت و نقشه ها رو تحویل مهندس جاوید داد. خب خدا رو شکر. حال مهندس پیمان چطوره؟ حال و روزش مثل قبله، تغییری نکرده. ولی من دیشب رویای بدی دیدم. متاسفانه هنوز در عذابه. ظاهرا هنوز حق و ناس به گردن مهندس پیمانه. آره، احتمالاً به خاطر همون ضد زلزله نبودن برجه. اگه فردا پس فردا بلایی سر ساکنین اون برج بیاد گناهش به گردن مهندس پیمانه. کاری هم از دست ما بر نمیاد. برای همینه که عذاب میکشه. به هر حال فکر میکنم دیگه کار ما با هم تموم شده. منم زنگ زدم به خاطر زحمت ها و گرفتاری هایی که تو این مدت کشیدین. هم ازتون تشکر کنم، همین که خداحافظی کنم. خداحافظی؟ مگه شما میخواین جایی برین؟ خودم هم نمیدونم. احتمالاً با مادرم به آمریکا میرم. به خاطر همین گفتم چون شاید دیگه فرصتی نباشه که همدیگه رو ببینیم. صبر کنین تو خدا، صبر کنین. من غافلگیر شدم. ببینین تا 1 ساعت دیگه افطاره. میشه شما رو دعوت کنم که با هم افطار کنین؟ راستش خورده حرف دارم. میخوام قبل از اینکه برین بهتون بگم. خواهش میکنم. خب برام تعریف کن از این چند سالی که نبودی. چیکار کردی؟ کجا رفتی؟ چرا با ما تماس نگرفتی؟ بعد از طلاقم یه چند ماهی رفتم پیش پدر مادرم. بعدش با کمک عمو صالح یه خونه اجاره کردم و رفتم سر کار. ولی از 1 سال قبل که پدرم و بعدش مادرم فوت کردن دیگه حوصله کار کردن نداشتم. تسلیت میگم، خدا رحمتشون کنه. چقدر بده که ما این همه از هم بیخبریم. دلم میخواست میمردم و اون روزا رو نمیدیدم. ای کاش میشد برگشت به عقب و جلوی همه اتفاقای بدو گرفت. ولی خب الان همه چی تموم شده. ما میتونیم از نو شروع کنیم. من خیلی خوشحالم که تو شوهر نکردی. اشتباه نکنید، من نیومدم که بمونم. اومدم تا موضوعی رو که 2 سال عین کابوس خوابو ازم گرفت و مثل سایه دنبالمه بفهمم. اینکه چرا سروش یه دفعه همه چیزو به هم ریخت، چرا طلاقم داد. شما میدونین مادر؟ تصمیم شما در مورد رفتن به خارج جدیه؟
راستش من خودم هم دلم نمیخواد از ایران برم، ولی وقتی خوب نگاه میکنم میبینم هر کاری که میکنم زندگی پدرم و نامادریمو بهشون زهر میکنم. هر جوری که رفتار میکنم بازم یه اتفاقی میفته که باعث رنجش اونا میشه. خودم هم خسته شدم. برای همین شاید با مادرم برم. میخوام به پدرم یه فرصتی بدم تا راحت تر زندگی کنه. ولی من میخواستم از شما خواهش کنم که نرید. برای چی؟ راستش من یه مدتی خیلی تنها شدم. همش احساس خلأ میکنم، ولی نمیدونم چجوری بگم. از وقتی با شما آشنا شدم تونستم هم شما رو بیشتر بشناسم، هم خودم رو احساس کنم. این تجربه مشترک زندگی ما رو به هم مربوط کرد. البته من تا قبل از این اصلا بهش فکر نکرده بودم. همین که گفتین میخواین از ایران برین، نمیدونم، فکر کردم شاید نباید بذارم از ایران برین. نمیفهمم. شما چی میخواین بگین؟ چطوری بگم؟ میخواستم از شما خواستگاری کنم. شما منو غافلگیر کردین. اصلا انتظارشو نداشتم. نمیدونم چی باید بگم. الو مامان، تا 2 دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم. من وضعیت سخت و بد روحی شما رو درک میکنم، ولی باور کنید وضعیت خود من بهتر از این نیست. نیازی هم نیست که بگم ازدواج کردم، پسری داشتم. شما منو خیلی بهتر از خودم میشناسید، همونطور که من شما رو خیلی خوب میشناسم. من فکر نمی کنم این علاقه یه علاقه سطحی و زمینی باشه. خواهش میکنم آقای کرامتی، خواهش میکنم دیگه ادامه ندید. ناراحتتون کردم؟ من روی پیشنهاد شما فکر میکنم. جواب منو کی میدین؟ زیاد طول نمیکشه، چون من فرصت زیادی برای فکر کردن ندارم. از بابت افطاری هم ممنون. خدا حافظ. اول گوش کن ببین چی میگم، بعد قطع کن. یا در دسترس نیستی یا وقتی جواب میده تو جواب نمیدی. خب نمیتونستم صحبت کنم دیگه. هر جا هستی بلند شو زود بیا خونه. نمیخوای بعد از 2 سال پسرتو ببینی؟ نیما و پروانه؟ آره، نیما و پروانه جون الان 2-3 ساعته که اینجا منتظرتن. بله بفرمایید. سلام، مادر بهنوش هستم. شفیعی خونه است؟ رفته بیرون، هنوز بر نگشته. بفرمایید.
متشکر. همینجا منتظرش وای میستم. فکر میکنید رفته باشه محل کارش؟ نه، محل کارش نیست. اینطوری که دم در بده. شما تشریف بیارید بالا. بفرمایید. خواهش میکنم. تو نیمایی؟ آره. دیگه حتی یه ستاره توی خوابم